دخترم انقدر به گوشی نگاه نکن، برای چشمات ضرر داره. پسرم چند روز اتاقتو تمیز نکردی، همین الان میری و اتاقتو تمیز میکنی. امروز میخوایم در مورد ارتباط مؤثر با همدیگه حرف بزنیم. مسلما وقتی شما با فرزندتون یا با هر شخص دیگه اینجوری حرف بزنید، نه تنها حرفای شما رو نمیشنون بلکه لجبازتر هم میشن. پس چیکار کنیم؟ راهکار چیه؟ به جای اینکه با لحن دستوری به پسرم میگم برو اتاقتو تمیز کن، دستشو میگیرم میگم بیا ببین اتاقت چقدر کثیفه، بیا با کمک همدیگه اتاقتو تمیز کنیم. یا وقتی دخترم زیادی سرش تو گوشیه، به جای اینکه انقدر بهش بگم به گوشی نگاه نکن، بهش میگم بیا با هم بریم بیرون، یا با هم بریم نقاشی بکشیم. یا اصلا وقت نقاشی کشیدن هم ندارم، بهش میگم بیا توی آشپزی به من کمک کن و یه سری کارهای بی خطر رو به اون میسپارم. ارتباط مؤثر توی بزرگسالان هم به همین شکلیه. شما وقتی با یه نفر وارد بحث میشید و حتی اگه حق با شما هم باشه، ولی شما طرف مقابل رو سرزنش کنید و داد و بیداد راه بندازید، طرف مقابل در مقابل شما گارد میگیره و فقط فکر اینه که از خودش در برابر شما محافظت کنه. پس اینجا اصلا ارتباط مؤثری شکل نمیگیره. ما برای اینکه بتونیم ارتباط مؤثری به وجود بیاریم باید در کنار دیگران باشیم به جای اینکه روبروی دیگران باشیم.